در برنامه معرفی فیلم این هفته به سراغ یک فیلم نوستالژیک هسته‌ای می‌رویم تا در دوران پسا مذاکرات یاد سانتریفیوژ هایی را گرامی بداریم که اکنون آب هویج می‌گیرند. این شما و این فیلم عملیات پایتخت. من یه مهره سوختم، دیگه ازم کاری بر نمیاد. از اون ماجرا 5 سال میگذره. من هیچ خاطره خوبی از آخرین مأموریتم تو ایران ندارم. بله، درست حرف زدید. باز هم استکبار جهانی به سراغ یک مهره سوخته خوشتیپ می رود تا از او برای نیمسوز کردن دماغ مقام عظما بهره ببرد. کارگردان با استفاده از دیپلماسی اتفاقی 2 خانم خارجی را که بویی از طرح حجاب و عفاف نبرده اند وارد سریال کرده و از طریق آنها مأموریت را به مرد موبلند خودفروخته ابلاغ می کند. سارا همین امشب نحوه انجام کارتون رو توضیح میده. هدف اختلال در فعالیت سانتریفیوژ است. دوست دارم با دقت به صحبت‌های لیزا گوش کنید. شب بخیر. در واقع کار شما وارد کردن یه جور برنامه فوق پیشرفت است که میتونه روی یه هارد بدون سیستم عاملا بشینه. اینجاست که متوجه میشویم هدف دشمن نشستن روی سیستم عامل نظام و از کار انداختن هارد مقام عظماست. اما چگونه؟ هیچی، خیلی ساده. فقط کافیه یک عنصر خودباخته پیدا کنی و همین برای دسترسی به فیها خالدون نظام کافی است. یه سورپرایز دارم برات. اقامتو کنم تو آمریکا درست شد؟ اونم به وقتش درست میشه. سزار از الان مال توه. وای سارا ممنونم. واقعا بهترین چیزی بود که میتونستی بگی. خواهش میکنم. فقط توی مدتی که برای معالجه میرم آلمان، آرش رو تو جریان کارا قرار بده. اون شریک تجاری منه. هر اتفاقی که تو شرکت میفته اونو در جریان قرار بده. دوست دارم حواشت داشته باشه خانومی. حتما، خیالت راحت باشه. تو رو دارم، خیالم راحته. بله، ما بینندگان عزیز خیالمان راحت است، اما دشمنان نظام حتی به این بدبخت بینوای عشق آمریکا هم رحم نکرده و موبایلش را با کرمهای اینترنتی ضد ولایت فقیه آلوده می کنند. آقا نیم ساعت از فیلم رفت، دشمنای نظام هر کار خواستن کردن، هیچ خبری از چشمان باباغوری نظام یعنی وزارت اطلاعات نشد. پس اینا کجا؟ عکسشو بده به بچهای بازبینی، بگو فیلمای 6 ماه گذشته رو بازبینی کنه. ولی این خیلی طول میکشه. تو راه بهتری به نظرت میرسه؟ نه. با بچهای فنی هماهنگ کن شرکت‌ها رو بازرسی کنه. من فردا میرم نطنز پیش مهندس پویا. آقا یکی فیلم بردار ننه مرده رو بگیره. ظاهرا انقدر داستان پیچیده بوده سرش گیج رفته. البته حق داره، چون 2 روز مونده به زرش پلوی هسته‌ای دشمنان نظام وارد شدن و کرم‌ها رو ریختن تو جشن نظام. درست تو این موقعیت که 3 روز دیگه مونده به جشن هسته‌ای باید این خبر رو بشنویم. قرار نیست بقیه خبردار بشن. دوست دارم با خیال راحت به کارشون ادامه بدن. کار ما اینه که شما با آرامش کار کنید مهندس. اربای عمت مهندس، کدوم آرامش؟ دشمنای نظام از کانال کولر وارد تأسیسات هسته‌ای شدن. در ادامه دشمنان نظام مثل آب خوردن وارد سایت نطنز می شوند و در یک عملیات متهورانه به یک دره چوبی می رسند. داداش چه کار می کنی؟ در بازه. چی رو ماینه می کنی؟ میگم در بازه. خانم لپتاپ چیه؟ این جنگولک بازی ها مال کجاست؟ در بازه میگم.
بیا دیدی در باز بود؟ ضایع شدی؟ یکی از نقاط برجسته و تأثیرگذار این فیلم این است که ما نفهمیدیم پلیس چطوری سرنخها را به دست می آورد. مثلا طرف عکس رو از دور می بینه، بعد از رو همین عکسه هاف تایم دوم فیلم تعیین تکلیف میشه. زوم کن رو کیف. بیشتر. عجب کیف عجیب غریبیه. درشتر. حالا فیکسش کن. لنز دوربین رو میبینی؟ داره از تمام زوایا فیلم برداری میکنه. بله، و به این ترتیب دشمنان نظام لو می روند و سربازان گمنام بیت ولایت یک تیر و تیرکشی آرتیستی تو خیابونای تهران را می اندازند. بپیچ. باید بریم تو اتوبان، الان بهمون میرسن. بهت میگم بپیچ. میدونم باشه چی کار کنم. در ادامه دشمنان نظام که خیلی ماهر هستند کاری می کنند که به عقل جن هم نمی رسد. اما از آنجایی که وزارت اطلاعات از جن بوداده هم باهوشتر است، به نیرنگ دشمنان پی میبرد و برجام را امضا می کند. اکنون زمان سکانس خفن پایانی است. کارگردان در یک خلاقیت شمعدری پسند این بار دشمنان نظام را از برج میلاد آویزان کرده و بنا به فرموده امام خودشان را توسط خودشان می کشد. از این فیلم نتیجه میگیریم که از این سانتریفیوژ ها قبل از امضاء برجام هم آبی برای نظام گرم نمیشد، چه برسد الان که برجام هم امضا شده است. بنابراین تنها راهی که باقی میماند خوردن زهر بیشتر و منفجر کردن سانتریفیوژ هاست.